سیستم درخواستی‌های آنلاین خدمات غیرحضوری ثبت احوال نفوس. اداره ملی احصایه و معلومات سیستم درخواستی‌های آنلاین خدمات غیرحضوری ثبت احوال نفوس را برای افغان‌های مقیم خارج ایجاد نموده است. این سیستم که خیلی ساده طراحی شده است، به افغان‌های مقیم کشورهای خارجی سهولت‌های قابل توجهی به بار آورده و آنها خدمات ثبت احوال نفوس را در اسرع وقت دریافت خواهند نمود. برای دریافت این خدمات شما افغان‌های مقیم خارج لازم به خانه‌پوری فرم‌ها و ارسال درخواستی‌های آنلاین دارید. به منظور دریافت این خدمات شما ابتدا به وبسایت econsulate.nsia.gov.af مراجعه نمایید. با باز شدن صفحه گزینه زبان‌ها ظاهر می‌گردد که بعد از انتخاب زبان به صفحه بعدی منتقل می‌شوید. قبل از خانه‌پوری فرم‌ها این راهنمودها را حتما مطالعه و حین خانه‌پوری فرم‌ها آن را در نظر داشته باشید. در این صفحه دو گزینه وجود دارد. با کلیک روی گزینه درخواستی جدید فرم‌های خدمات غیرحضوری ثبت احوال نفوس باز می‌شود و با کلیک روی گزینه تعقیب درخواستی غیرحضوری شما درخواستی ارسالی خویش را با استفاده از کدی که بعد از ارسال درخواستی این سیستم آنلاین به شما ارائه می‌نماید تعقیب نموده می‌توانید. اکنون روی گزینه درخواستی جدید کلیک کرده تا تمامی خدمات غیرحضوری ثبت احوال نفوس که برای افغان‌های مقیم خارج ارائه می‌شود ظاهر گردد. به منظور اخذ تذکره جدید روی این گزینه، برای اخذ تذکره مثنا روی این گزینه، برای تایید تذکره روی این گزینه، جهت درج تخلص روی این گزینه، جهت نصب عکس روی این گزینه، جهت تجدید عکس روی این گزینه، جهت اصلاح نام روی این گزینه و جهت اصلاح سن در تذکره های کاغذی روی این گزینه کلیک نمایید. توجه داشته باشید که شما جهت دریافت تذکره مثنا صرف روی گزینه اخذ تذکره مثنا کلیک کرده و یا جهت تایید تذکره خیش صرف روی گزینه تایید تذکره کلیک کرده و فرم های مربوطه را خانه‌پوری می نمایید. روند خانه‌پوری فرم ها و ارسال درخواستی خیلی ساده است. فرض می کنیم شما می خواهید تا تذکره جدید اخذ نمایید. فرم های گزینه اخذ تذکره جدید چگونه خانه‌پوری می گردد؟ پروسه ساده است. شما بدین منظور باید روی گزینه اخذ تذکره جدید کلیک نموده تا به صفحه بعدی منتقل شوید. قبل و در هنگام خانه‌پوری فرم ها این راهنمودها را حتما مطالعه نمایید. خانه‌پوری فرم ها را از اینجا آغاز می نماییم. معلومات درخواستی را متناسب به گزینه ها به دقت درج نمایید. در این قسمت روی گزینه اقارب اصولی کلیک کرده شهرت و مشخصات تذکره اقارب اصولی را در این گزینه درج نمایید. مشخصات تذکره اقارب اصولی خویش را به اساس تذکره کاغذی دست داشته درج نمایید. در این قسمت متقاضی عکس خود را که پس زمینه آن سفید و عینک به چشم نداشته آپلود می نماید. در این قسمت متقاضی تذکره اقارب اصولی خویش را آپلود می نماید. توجه داشته باشید که برای دریافت سایر خدمات ثبت احوال نفوس نیز این گونه اسناد درخواست شده را آپلود نمایید. عکس، تذکره و یا سایر اسناد را که در سیستم آپلود می نمایید باید به فرمت JPG یا PNG یا PDF باشد. اگر تذکره اقارب اصولی شما در دسترس نیست پس لازم است تا روی گزینه 2 نفر ضمانت کننده افغان کلیک نموده معلومات و مشخصات تذکره کاغذی ضمانت کننده اول و دوم را درج نمایید. تذکره های ضمانت کننده را در اینجا آپلود نمایید. بعد از خانه‌پوری تمام بخش‌های فرم روی گزینه تایید و ارسال درخواست کلیک نموده تا به صفحه بعدی منتقل شویم. در این صفحه شما کشور، شهر و مرکز توزیع تذکره را انتخاب می‌کنید. با کلیک روی این گزینه از صحت معلومات ارائه شده در فرم تصدیق نمایید.
با کلیک روی گزینه برگشت به فرم می توانید معلومات درج شده خویش را مرور نموده و از آن اطمینان حاصل نمایید. سپس روی گزینه تصدیق و ارسال کلیک نموده تا درخواستی شما به اداره ملی احصایه و معلومات ارسال گردد. بعد از ارسال درخواستی، سیستم به شما اطمینان می دهد که درخواستی شما موفقانه ارسال گردید. بعد از ارسال درخواستی، سیستم یک کد درخواستی مخصوصی را در اختیار شما قرار می دهد که شما آن را یادداشت نمایید. هر زمانی که خواسته باشید، کد ارائه شده را در اینجا درج نموده و روی گزینه تعقیب کلیک نمایید تا فرم شما دوباره ظاهر گردد و نیز از چگونگی طی مراحل درخواستی خویش آگاه شوید. در اینجا روی گزینه پرینت کلیک کرده تا فرم شما در فرمت PDF ظاهر گردد. شما این فرم را دانلود، پرینت، روی آن امضا نموده و آن را با خود نگه دارید. درخواستی ارسالی شما در اداره ملی احصایه و معلومات طی مراحل گردیده و سپس به کشور و مرکز توزیع تذکره مربوطه که در این سیستم شما انتخاب نموده اید ارسال می گردد. سپس مرکز توزیع تذکره مربوطه با شما تماس گرفته و شما را جهت طی مراحل بعدی درخواستی شما به مرکز دعوت می نماید. اداره ملی احصایه و معلومات از افغانهای مقیم کشورهای خارجی تقاضا می نماید تا جهت دریافت خدمات غیرحضوری ثبت احوال نفوس فرمهایشان را به گونه آنلاین خانه‌پوری کرده و با استفاده از سیستم آنلاین روند دریافت خدمات مربوطه خویش را سرعت بخشیده و طی مراحل دریافت خدمات خود را به گونه آنلاین دنبال نمایند.